نکنه تو هم فریب شرکت‌های دارویی رو خوردی. این دارو برای درمان دیابت و عوارض اون ساخته شده. تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا رو هم داره. داروی بسیار خوبیه، برای درمان چاقی هم خیلی مؤثره، ولی برای افراد خاص و شرایط خاص. کاهش وزن وقتی خوبه که 90% چربی بسوزونی، 10% نهایتاً عضله بسوزونی. ولی این آمپول ها با شما کاری میکنه که بدن شما حداقل 40% عضلاتتون رو میسوزونه و 60% بافت چربیتون از بین میره. قراره با کاهش وزن سالمتر بشیم، ولی اگر قرار باشه بافت عضلانی بدنمون رو از دست بدیم، سلامتیمون به خطر میاد. اگه دنبال کاهش وزن و لاغر شدن هستی ولی حوصله ورزش کردن نداری، راه‌های بدون عارضه‌ای هست که میتونی از اونها استفاده بکنی. اگه دوست داری راهنماییت کنم، کلمه چاقی رو برام دایرکت کن.